شماره بدم؟ حالا فکر نکن مالی هستی یا اسکلت مردنی. چی گفت؟ هیچی. الان میام پایین. نه نمیخواد شهریار، هیچی نگفت به خدا. نه جون من دوباره مثل اون دفعه میشه، حوصله ندارم شهریار. ببین بیای پایین من میرم. چی کار داره میکنه؟ غذا صاحب کارشه، شاگرد طلا فروش است. برو دقیقه پیشش. چرا؟ برو حالا بعد برات میگم. ول کن تو خدا. اگه نری میام پایین. برو دیگه. بهش بگو هر روز توف میندازی تو غذاش. بگو دیروز از پنجره دیدمت. دیروزم از اون پنجره دیدم توف انداختی تو غذاش. مال طلا فروشی است دیگه. بگو بشینی پیشت. بشین. محکم بگو. بشین. فیلمش هم گرفتم با موبایلم. بگو میدیش به طلا فروشه. میخوای حسابکارت نشون بدم؟ ببین تو رو خدا بی خیال دیگه، حالا من یه چرت و پرتی گفتم، ببخشید واقعا، بی خیال. اگه بی خیال نشم چی؟ عذر میخوام، من رفتارم واقعا زشت بودن و فهمیدم دیگه، ببخشید. بگو بگی گو خوردم. بگو گو خوردم. گو خوردم. حالا بگو ازت تعریف کنه. به نظرت من قشنگم؟ آره قشنگی، اصلا من حسودیم شد تو شمارتو بهم ندادی. مثلا آرزون بود یه دوست دختر اینو تو داشتم. بگو کفشاتو پاک کنه. اگه نگی نه من نه تو تموم میکنم. کفشم پاک کن. هنوز بس نیست. بگو گریه کنه. گریه کن. بگو باید یه جوری گریه کنه که اشکش بیاد. یه جوری گریه کن که اشکت بیاد. باشو برو. درست خونت شد؟ به میشه یه دقیقه قطع کنی؟ واسه چی؟ میخوام یه زنگ به مامانم بزنم.